توجیک نتیجه تقدیم میکند. سبیل ماند. ابله پیشگیری کرده است. چیکار میکنیم اکنون؟ به خانه می رویم. چیزی کرده نمی توانیم. رفتیم. مکتب بوده است. بدیهای کهنه عادتهای نو میواری یوسف. چندین ساله چرخهای تاب خورده رو برعکس تاب دادن هستی. سبیل ماند. نمونده که چی را میماندم احمق؟ چی را میماندم؟ برو بالا. چیکار کردن میخواهد؟ من نمیفهمم چیکار کردن میخواهد؟ عقلت را به جایش من عبدی. با این طرز با یوسف مانع شدن نمیتوانی. کلت را کار فرما میگویم به تو. کلت را بالا برو. چی شد؟ نشد. مکتب را آتش زده نشد. پیشگیری کرده ساچه. در مکتب نوبرداری میکنن. ما این خیلی ترسیده شیطان گیریم. من نزدیکی دیه را از خود بکند. جایت را دان عبدی. به گپ‌هایت دقت کن. عقلت را کار فرما. بی عقل از پشت الیف گویت آمد اینها به سرمان. الیف را ششته انتظار شدیم. نهوده برای خود را به بالای من میپرده دکچه. خبشین کم نزن گفتم ابله. عبدی را گناهگار نکرده. تو به خودت نگاه کن خلیل. در بیمارخانه از بغلی زنت هیچ دور نایستادی. عبدی کارها را پیش برد. فراموش نکن. خلیل تو مسئله مکتب را حل کن. تو شینو الیف را به من گذار. من همه کار را حل میکنم. دیگر قطعی نشو. شیطان میگوید که گردنش را شکنم. حاضر رفته ادبش را بدهم. راست. هر چی میگویی راست. البته راست میگویم.
آروم شو اکنون. والله کسل میشوی. گفته میترسم. کاری کردهش را بین تمام شرمنده کرد ما را، تمام. من با شرمنده. نزدیک گپ میزنم. او را از یک روی کردن باز میگردونم. کنی آروم شو اکنون. برای چوی که بودم کنم آروم میکناند. تو کی هست آنجا؟ الیف؟ منم دادا. با وی رفته بودم. کوزه رو غلطوندم. شلی خدا، رو خواب کن. مایلش دادا. اوچه چرا تنور رو درگیرنده؟ قریب که روز شده است. خواستم اکاهایت آمده نانی گرم خورند. راست نیستو در پیشم. رو به درونی خانه درو. آمدید. خدا به شکر. آمدیم اوچه جان، آمدیم. ترسیدگی من نشد. شکر خدا از قراجانی ها یگان آواز نبرآمد. زودتر کشاده می شد این مکتب. انشاءالله اوچه این سفر کشاده می شود. غم نخورید. اوه الیف. چه خوب میشد اگر دیشب این مسئله رو به خوبی حل میکردیم. این سحر به خرسندی از خواب میخیستم. این خیل تمام شب رو در بیخوبی و عصبانی نمیگذرانیدم. گیر زیخ نشو ابدی. با تو دختری افت نمی شود می. شما چیو میگوید ینگه؟ کدام دختری دیگر؟ یعنی وای جمو گفت کو دل الیف با تو نمی کشیده است. زیخ نشم. من به گپ جیمو احتیاج ندارم ینگه. ولی جنگیز رو شنیدید. پای دختر لط خورده است. اهمیت ندید. اوچه هم واقعا زود به غضب اومدند. خودت میدونی زیخ نشوی گفتنی بودم. بعد چیو میگوید ینگه؟ من یک سویستمو الیف رو یوسف گیرد ها؟ همیقی ینگه ها؟ دادرتون رو پشت گیری میکنید ها؟ خیر مایلش. اگر با جای اکا می بودم کو. چی کار میکردی عبدی؟ چی کار میکردی؟ چی کار میکردم می؟ آدابی زنم رو میدادم. چی ها میگوی تبله؟ خلیلیست کاری کردت معقول شد؟ من چی کار کردم؟ باز میپرسد موری مکار. بسیار از خود رفت. خلیل ایست. زند یوسف رو پشتگیری میکند. تو ما رو میزنی.
باز بگویی الیف رو گرفته به یوسف ده. مردی اصرت من اکنون مردی. بیکردگیت رو کردی افید ننداز. تو دادری منی، جانی منی، خونی منی. دیگر تکرار نشود. او ینگت است. منو فهمیدی؟ فهمیدم. دیگر بار بزنم به حرمتی نکن، فهما؟ تو نمیدونی که با من الیف رو مون میگوید، پشتی دادرش رو میگیرد. تو خودت میدونی که یوسف از خفای دختر میگردد. فهمیدیم عبدی، فهمیدیم. الیف رو میخواهی تو. میلش این کار رو هم حل میکنیم، اما همه کار وقت و ساعت دارد عبدی. اول کاری مکتب رو حل کردن لازم. تو در اینجا دادرت رو میزنی، دوست و دشمنت رو فرق نمی کنی. علم اینها رو از تو میبرارم. مریم، راضی یا چه؟ راضی؟ حالا ایست، همش نو سر می شود مریم خانم. کمی موند. چی کار کنم آچه؟ اگر کودک ها را به قید نگیریم یوسف معلومات میدهد، بوی حبسخانه می آید. اکا نمانده که بکشم این سگ رو. نه میروم، هر جا که یافتم میکشم او رو. هر دیتون آرام شوید. خلیل، رو سلیمان رو گوی کودکان را در مکتب نویساند. او چه؟ دیگر چاره نیست. موقتا گفتگی وی سگ می شود. عبدی، تو رفته زود علی جنگیز رو بیار. نیستید، روید. زینب نیست. زینب نیست. کجاست؟ زینب. زینب نیست. آفرین و دخترم، چه خیلی نغزا را داده است.
اکنون او و مادرش یاری میرساند. پدرم کی به دنیا میآید؟ حالا وقت بسیار است. تا اون وقت به مکتب نمیروم مگر؟ درسهایم چی میشود؟ دخترم این رو نغز یک دانسته گیر. دیگر درس نیست، فهمیدی؟ گوش کن. پس از چند سال دو درچه دور میشوی. چقدر پرسیدیم خدا اکنون نصیب کرد. باز تو اپا میشوی زینب. آچهت باید کاری وزنی نکند، مانده نشود. فهمیدی؟ فهمیدم. به من نگر. یا از حاضر بخیلی میکنی؟ من به مکتب نمیرم، گفته میگیریم. بزرگ کردی. مکتب نیست. هم دختر مردم رو به مکتب چیکار مونده است؟ و مادرت یاری میدهی. تزبند تو یگان کار نمیکنی. بین اگر با کودکی در شکمت بوده یگان چیز شود هر دویتان رو از در بیرون بکنم. نگفتم نگوی. انا دیدی چی کار کردی؟ پدرت رو پریشان کردی. زینب بودم جمدی اونایی. توبه زینب یا نیست. زینب نیست. این دیوانه بده همون بسیار عادت کرده است. ای کنی بده ات رو اینجا رو گفتم. زینب نیست. نیست تیز رو گفتم. تمام من پیش میکنم او برمیگردد. در دهه یک دیوانه کم بود. به من نگر. هنی رو از اینجا. به دهه خودت رو. به خانه ات رو. دوست گاندا دوست گاندا حضور بطور نشان میدیم. دوست تز گم شو. دیگر در این دهه نبینم. گم شو. گاندا دوست گم شو گفتم دیگر در اینجا نبینمت. دوست دیوانه گاندا. ضرر این دیوانه به کودک ها میرسد. دوست سعید بابا شما کردید؟ بیزنگوله مکتب میشد مگر؟ نیه؟ هنوز کسی نامده است. اکا اوچم روان کرد. با کودکا میخوردین. حتی با خوردن ما هم رخصت ندادن. انشاءالله کودکان میآیند. حالا وقت است. البته میآیند. واه یوسف معلم مکتب شده است. مرحمت عبدی با قید شدن اومدی؟ نام نویس کنین.
تو مکتب بچه دوسترو یک عبدی تو باشی مسخره باز این مکتب هستی عبدی با اون نرس مسخره باز توی شما عبدی میکشم تو را عبدی میکشم دف شو از اینجا دف شو گم شو از اینجا عبدی میکشم گفتم گم شو دف شو از اینجا لعنتی عبدی تو چی کار کردن میخوایی؟ تو کردار نشو اون سفیدی بیعقل اکا مراد چی؟ مسخره باز؟ مراد بگو کی مسخره باز؟ کارد رو پرتاب مراد کارد رو پرتاب بگو کارد رو پرتاب تو گفتم مراد شما عبدی رو از اینجا با تو حسابم تمام نشد یوسف من مکتب پروا ندارم لیکن با الیف نزدیک نشو فهمیدی مرا الیف نزدیک نشو فهمیدی دف شو از اینجا با تو بد صحبت میکنم مراد کنی درون دارتون بچه گفتم کو هر باری که دیدم سور کردم پیش کردم گوش نمیکند دیوانه است آخر گفتم رو نمیفهمد باز میآید البته میآید پدر زینب دیوانه باشد هم دخترش را میشناسد دیدن میخواهد گوش کن کذبان من با این دیوانه سر به سر نمیشوم بسیار خواهد ته کودکش را رود چی ها میگوی شاکیر او زینب تو را پدر میداند من دخترم را با وی دیوانه چخی میدهم من پدر زینب نیستم با او راستش رو گوی مسئله تمام بعد از چند سال خدا به من کودک میدهد کذبان من تنها پدری او هستم در خاندان ناراحت شدن نمیخواهم گپ تمام گوش کنید بگاهی نادرست فهمیدید الیف پایش را لد داده از دردش به خانه چهش در آمده است حضرت خانم باور کنید راستش را میگویم دختر قهوه تیار میکنم گفته تمام علی جنگیز بس کن به گفته هایت باور کردم عبدی رفته الیف را زیارت میکند البته مرحمت کند عبدی داماد شونده خانواده ما هست همین خیل لیکن یوسف چرا وایسا دم الیف میگشت است ما یوسف را آدم هم نمیشماریم اما الیف اگر وای نامعقول کرده است حضرت خانم نیت یوسف را نمیدانم شاید تنها به نفس شما رسد گفته از پس الیف میرفتگیست یوسف کی شده است که به پیش الیف رود من یه نوایش را نمیدانم علی جنگیز یوسف را در اطراف الیف دیدن نمیخواهم رو به دختر صاحبی کن ادبش را ده تا به این خانه کلین شدنش ناموسش را از تو میپرسم دانسته گیر مکتب را میکشایند میجرن ما رفته با قید ندارای نمیکشایند و درم گفتن بگوی میرویم بگوش که میخونده اگر خونه پول کار کرده نمیتوانیم سلیمان کودک ها را جمع کن چه نگاه داری؟ جمع کن کودک ها را بالا بیاین بچه ها کنی خیزید
کار آمانید با من بیایید. کی ایستاده ای؟ زودتر گفتم. تیز. حامید کنی بچم. خلی لکه جیغ زد. زودتر باش. رفتیم. بچه ها در اینجا چرا کار کردنتان را میدونید؟ پدری کدامتان در خواجگی کار میکنند؟ سلیمان داو پدران اینها را هم بیار. و مکتب رفتن میخواهید؟ نترسید بگویید. من نمیخوام. بیاید چرا؟ خونم کار کردن نمیتونم، کار نکنم پولی افتادن نمیتونم، گوش نمیمونم. آفرین حمید. کنی همتون این طرف گذارید زود. حاضر سوالم را تکرار میکنم. بچه ها چرا در اینجا کار میکنید؟ برای پول کار کردن. بله برای کار کردن پول. بله درست. شما چرا کودکانتان را به کار مانده اید؟ آنها کار نکنم پولم نمیرسد. اینجا هر کس همه در غمی رزق و روزی است. پدر و پسر کار کرده هر کس رزق خانه اش را تامین میکند. اما چه خیلی که میدانید مکتب را کشادند. یوسف معلم برای به قیدگیری کودکان را انتظار است. مرا پرسید اگر یوسف معلم مدتی دراز در شهر زندگی کرده حیات دیگه را فراموش کرده است، در غم رزق و روزی بودنشان را و کار نیاز داشتنشان را نمیفهمد. در دهه براحت کار کرده معاش گرفته برای فایده خود میخواهد کودک های کار کرده ایستاده به مکتب روند. نانمان را یوسف میدید. احمد کار میکند نانی خونه به زور میرسد. اگر کودک ها به مکتب نروند یوسف شکایت میکرده است. یوسف به سرمان چنان بلای آورد که اگر کودک ها را به مکتب روان نکنید شما هم گناهکار میشوید. ژاندارم ها شما را هم دستگیر میکنند. سالهای زیاد شما گوشنه نمانید گفته کودک ها را نیز به کار گرفتیم، وگرنه از کار کودک چه فایده؟ من به شما آسان شود گفته کودک هایتان را نیز به کار گرفتم. بدونید خدا از شما راضی باشه. برای فایده خودش کودک چودک رو به مکتب میکشد و تنها غم خودش رو میخورد. خیر چی کار کنیم؟ از دستم می آمدگش رو کردم. این کودک ها به مکتب روند. سلیمان همه کودک ها را به مکتب بر. زودتر. کنی بچه ها رفتیم. از قفای من بیایید. کنی روید همه به مکتب. کنی اکنون همه است به کار. معلوم می شود که از این پس باز هم بیشتر کار میکنید. از به کار از پسی کار. نه سید بابا نمی آیند. صبر کن یوسف، سراسی من نشو. وقت گذشته ایستاده است سید بابا. رفته عریضه را دادنم لازم. دیگر علاجی نماند. یوسف تو باز کمی صبر کن. در این کارها مراسا می باید. سید بابا سلام علیکم علی. سلام. یوسف اینها را به قید میگیری. خوب و علی چیه؟ علی رو نمی نمیسونی مگر؟
علی را نیز میفرستم. کمتر پس. مراد بر کلی رفتیم. یوسفم به اذن الله تو برد کردی. مکتب را با گلهای تر و تازه پر کردی. خدا را شکر سید بابا، خدا را شکر. خدایا خداوندا چه لطف کار است. یا رب تو مناره های من را به عزا، مکتب های من را به طلبه و معلم، قلب های من را به محبت نگذار. روحم را وقتی که آوازهای شیرین کودکان را میشنوم گیر. خوش گیر مرحبا. تو چی؟ تشکر معلم. نام تو چیست؟ رحمت مرادکه. بچه ها کنی شما هم بیایید. رحمت مرادکه. نامی تو چیست؟ یارسین اکبابا. رحمت. نامی تو چیست؟ فروخ حجر. جما بیا آخر. بیا مبارک شد یوسف اکا. جما چه شد؟ چرا تبت خیره؟ الیف اپام رفتین؟ نقل کن کنی چه شد؟ یوسف اکا دین شب کارهای بسیار ناخوش شد. الیف اپام از خانه گریخت. چه؟ عبدشون به خواستگاری آمده بودن، اما الیف اپام با او خانه دار شدن نمیخواهد. بعد چه شد جما؟ زودتر بگو. خرجانی ها خسته رفتن، اما الیف اپام به دست افتاد. بعد در خانه قیامت برداشتن. دادم الیف اپا رو بسیار جنگ کرد. از دستم چیز ناآمد یوسف اکا. او رو حمایه نکردم و اما امک به همین هم من چیکار کرده میتوانستم؟ احوال ما معلوم و خیر. دادم زود به غضب می آید. کاشکی الیف اپام را شما می گرفتید. این گپ از کجا برآمد جما؟ از کجا دانم اکا؟ همین خیلی از دلم اومد. به همین هم با یک دیگر زیبنده اید. همان وقت الیف اپام آن قدر زیق شد. الیف اپا الیف اپا چی میگویی جیما؟ الیف اپا مکتب رو کشودند. چی؟ خرجانی ها همه کودکان رو روان کردند. چی یعنی مکتب کشوده شد؟ راست میگویی جیما؟ کودکان همه در مکتب؟ بله اپا، با چشمانم دیدم. همه کودک ها در مکتب بودن. یوسف اکام به قید میگرفتن. یعنی یوسف توانست مکتب رو کشوید؟ مالش من به قهوه خانه رفتم، وگر ندادم باز جنگ میکند. جیما زرین و حمید رو هم دیدی؟ آنها در مکتبن؟ نمیدونم اپا، آنها رو ندیدم. مالش نغزمون زرین حمید خلا یوسف مکتب رو کشد. توانست. یوسف اکا مکتب رو کشد. خرجانی ها همه کودکان رو روان کردند. بسیار نغز. برای رادیو بر این همه ایده را گردی خیل باشد. گویا که خوانده بسیار آبرومند می شوند.
امینه چی شد رئیس؟ یگان احتیاج یگان مشکلی داری؟ هرچی نباشد تنها مانده ای؟ نه خدا با شکر. شرم نداشته به من گفته میتوانی. چیزی لازم باشد؟ سلامت باش، اما چیزی لازم نیست. عبدی هم الیف رو خواستگاری کردن نتوانسته است. با یوسف با یک دیگر دیل بستند میگویند، از همین سبب بوده است. الیف رد کرده است عبدی رو. عبدی یوسف قریب یک دیگر رو میکشتند. این روزها هم میرسیده است. یعنی به قرجانیا نمیگفته که دخترم بوده است. جیما پدرت کجاست؟ نمیدونم. برام اقلا یک چیز دون. گوش کنید، این کار هنوز تمام نشده است. یوسف را آرزوی مکتبش با آرزوی الیف به آخر میرسد. عبدی الیف از من میشود رئیس. البته آخر ادبش رو دادم، زیق نشو تو. اکنون دیگر یوسفی سگ رو در نزد خانه نبینم. نازمانید. زینب تیار است اپا جان گرفته برم. بیا زینب. الیف جانم. خیر اپا جان، تا دیدن. خیر خدا نگهبانتان بود. کنی بچه ها با تنفس. خوش آمدی. حمید وزرین را آوردم. تشکر. کمی را نبین. من شما رو با دو گناهتون شناس کنم. کنی رفته؟ کنی بیایید. توانستی. من از تو برای گستاخیم عذر میپرسم. عذر پرسیدنت لازم نی. تو راستش را گفتی. گفتگی هایت همش درست بودند. به تو ناحقی کردم یوسف. خیر، بیا این مسئله رو محکم کنیم. مکتب به تو چی خیل؟ معقول شد؟ بله، معقول. خیلی زیبا شده است.
خیر الیف، تو چه خیل هستی؟ جمو یک دو چیز گفته بود. جمو با تو چی گفته بود؟ من خوب هستم، هیچ چیز نشده است. بگو الیف، پنهان نکن. من چه ها شدنش را میدونم. نه یوسف، هیچ چیز را نمیدونی و التماس به این کار کوش نشو. گوش کن الیف، هیچ کس تو رو به کاری نمیخواستگیت مجبور کرده نمیتواند. به هیچ چیزی مجبور نیستی. تو رو مجبور کرده نمیتوانم. اگر خواهی به تو یاری داده میتوانم. چرا کارها رو مشکل میسازی یوسف؟ به این کار دور نشو. از یاری نمیخواهم. تو با همون کارهای خودت با مشوقه در شهر داشتت مشغول شو. مشوقه؟ چه خیل مشوقه؟ کی این رو بفته برآورد؟ بگو آخر چه خیل مشوقه؟ میلش، من رفتنم لازم. میبخشی مرا، با کارهای بیگانه بینی خلاندم. الیف ایست. پیش از رفتنت این رو به تو کی بفته برآورد؟ بگو به من. یا که عبدی میگوید اینها رو؟ عبدی؟ عبدی نه. این به وی چی دخل دارد؟ من خودم در کتاب دیدم. در کتاب نوشته شده بود. این خیل کار نیست الیف، نادرست میدونی. نه، این رو انیق میدونم. وی نوشته جات رو خودم دیدم. یک زنی نوشته بود و باوری دارم که بسیار کارهای خوبی میکنی گفته تمام کرده بود. خاموشی کو، این کار نمیکنی؟ الیف، وی معلمه من است. به من بسیار چیز آموخته است. تو چی بپرسیش کتابم رو رسیدی؟ من عذر میخواهم. رفتنم لازم. الیف اپا کمی دیرتر من شما رو میبینم جونکوی اپا. مالش روید و در صبح دقت باشید. الیف، عبدی رو رد کردنت بسیار شادم کرد. کنی بچه ها در سر می شود. کنی بچه ها در سر می شود. تنفس بود شد. رفتیم. زودتر. برای چه هم شکلات گیره سکین اپا؟ برای شکلات نمیخورد کو؟ میخورد. برای علف میخورند عمر جان. یا گنبور کسی ندیده است که برای شکلات خورند. سیاه چشمک میخورد. قند هم میخورد. حتی سقیچ هم میخورد. همین خیلی سیاه چشمک. سیاه چشمک نگریز. سیاه چشمک ایستو. سیاه چشمک ایستو. ایستو سیاه چشمک ایستو. قپت برای چم رو قپت برای چم رو گریخت. قپیدم رو. رحمت الیف اپا. اپا نیانگا گوی. عبدی هم کم گفت. او الیف ینگات است. بیو ما رفتیم. با عبدی هم کم تو شبید شما هم در خونه ما میستید؟ نه عمر جان، چون که با عبدی امکت من خونه دار نمیشوم. بیا عمر میرویم. بیا رفتیم عمر بیا رفتیم. بیا الیف گفتم. الیف رو خون. الیف یاری تو من. بس یه چشمک کن بدهید. اوه شیرین خوراکی ما آمد. میدیم البته. الیف ینگا رو دیدیم.
در کجا دیدید؟ ساکینه با کدوم طرف میرفت؟ در نزدش کی بود؟ تنها بود عبدی اکا، با خونهش میرفت. من قند گیرم ساکینه اپا. الیف ایستو. الیف تو با کجا میروی؟ با نزدیکی. الیف زنم میشوی. با من جواب ده الیف. کجا رفتی؟ با نزدیکی زنم میشوی الیف. بعد با من خیر رفتار نمیکنی. من با تو اصلا خونه دار نمیشوم عبدی. حالا هم نفهمیدی؟ بای از نهت که ها دست فشردیم. تو از منی دختر، از منی. از منی، از من. رفتن چخیل اجازه دادی؟ الیف از خانه چخیل برآمد. رفتنش رو ندیدم، پنهانی رفته است. گریخته باشه چی؟ چیکار میکنم من؟ چی میگویم به قرجانی ها؟ تو با چیکار میایی؟ به این هم میکشم، تو رو میکشم. میکشم تو را. من کجا برو بمندم؟ تا عبدی رسیدنت تو را زنجیر بند میکنم. قسم میخورم تو را میبندم الیف، میبندم. من با عبدی خانه دار نمیشوم. یوسف را میگیری؟ آن شب هم به نزد یوسف میرفتی؟ از این خانه بیرون نمیبرایی. میکشم، میکشم، همه تا رو میکشم. الیف. از این خانه، از این حجره بیرون نمیبرایی. الیف. تمام. راگر کس، راگر کنی کس راگر کس. خود تا با قرجانی ها کلی شدنش در آنجا محکم ایستد. به من نگر، در درون مرده ایستادم گوید هم در آن نکشایی. فهمیدی؟ نمیکشایم. اگر از خانه براید، اگر در بیرون در نزد یوسف بینمش، سر میدهم تو را، سر میدهم. دخترم، من به تو چی گویم؟ نمیدونم عبدی رو برای چی معقول نمیکنی؟ از او بهتر خواستگار نمیابیم. من و یزنت هم برای خوبی تو میگوییم. هم ما رو هم خودت رو مونده نکرده حق گویی چی میشود؟ الیف. همه‌تان در آینده نصیب باشد معلم، ادوکات، دکتر، مهندس میشوید.
ба ватану миллат хизмат мекардагию одамони обрӯманд мешавед. аз илму фарҳанг бехабар будагиҳо камбағалона зиндагӣ мекунанд. камбағалӣ паҳн шавад, инсонҳоро истифода бурда зулм мекардагиҳо пайдо мешаванд. занҷирҳои ҷоҳилиро шумо бачаҳо бо донишатон бартараф месозед. мебинам ки кӯдакҳоро ёфта маърузахонӣ карда истодаӣ. чӣ қадар суханат бошад тезтар гуфта гир Юсуф. ба наздикӣ салтанати хурдӣ дар ин ҷо доштаат ба охир мерасад. берун баро. чӣ хеле ки мебинӣ дар ин ҷо дарс гузашта истодаам. ин тавр ба ин ҷо дар омаданат иҷоза дода наметавонам. вагарна аз болоят шикоят карданам лозим меояд. боз ва мехӯрем Юсуф. янга, шукрия янга. омадам. нороҳат накардам шукрия янга? ин чӣ хел гап бачам? ту акнун домоди ин хона. биё даро. элиф нест? ё ки ба берун рафт? ба куҷо рафт? дар дарун аст. аҳа. элиф, бин ки омад. элиф? хуб ҳастӣ? чӣ шуд ба ту ин хел? кӣ кард? ман ҳам рафта даҳону биняшро шиканам. боз шарм накарда мепурсӣ абдӣ? ту гунаҳгорӣ. бо ту тӯй намешавам гуфтам. язнаам кард. элиф ҷим. ту чиҳо мегӯӣ элиф? бас аз акнун намехоҳам туро охир. бин аҳволамро. ба ҳамааш ту гунаҳгорӣ абдӣ. хушбахт шудӣ акнун маъқул шуд. ман бо раис гап мезанам. боз Юсуфро аз куҷо баровардед? Юсуф чӣ гуноҳ дорад? ба ман номи он сагро нагир. медонам ки ӯ ба ту чашм духтааст. чӣ хел нигоҳ карданашро дидам. ба ту чӣ? чӣ хеле ки нигоҳ кунад кардан гирад. кори ту набошад. элиф, мекушам вай сагро накушам, ин кор ҳал намешавад. Юсуф айби надорад абдӣ. ба дарун даро. ҳамашро барбод медиҳӣ. ба сарат ҳарчӣ ки меояд аз сарбаландият меояд элиф. акнун ақлатро ба ҷояш мон. мекушам. хайр набошад бачаҳо. вазифаи хонагӣ карданро фаромӯш накунед. Юсуф туро ман мекушам. ба ростӣ абдӣ? бекушканӣ?
ба ҷонам расиди абдӣ. аз пушти элиф нагард. ӯ аз ман аст. ӯ аз они ман аст. зани ман мешавад. не аз бозор мол мехарӣ магар ҷаноби абдӣ? духтарро пурсида ва хозгорӣ кардан роҳу усул надорад. бозурӣ намешавад ин корҳо. шӯхӣ намекунам юсуф. туро дар назди ӯ дигар набинам юсуф. марьям, маро нағз гӯш кун. агар ин гуфтаҳоям нашаванд, таби ман хира мешавад ва он модаратро боча ту халил ҳамроҳ начав. ин масъалаи номус аст, на ягон чизи дигар. инро дониста гирад. ӯ рафта дар мактаб шодӣ кунад, муаллим бозӣ кунад. ба ӯ бигӯ ҳанӯз ӯ ба деҳа наомада раис ба ман ваъда дода буд. дар куҷо будааст омада ба номуси дигарон чашм духтаанд. фаҳмидӣ марьям? ин сафар дар даруни кор масъалаи номус аст. бачаҷонам, раҳмат бочаҷон. бо иштиҳо хӯр писарам. нӯши ҷон бачам. ташаккур очаҷон. оқибат шуд. мактабатро кушодӣ. марьям апам омад. марьям апам омад оча. чӣ хел? нахӯр. марьямам, духтарам, ҷонакам, ширини ман, духтарам, хуш омадӣ. хуш бошед очаҷон. хуш омадӣ апаҷон. хуш бошед додарам. хуш омадед апа. шуморо дида ҳам ҳайрону ҳам хурсанд шудем. ҳайрон мондам. биё рост наисто. гузар духтарам. шин духтарам. хайр, чӣ хел ҳастӣ духтарам? ягон нухушие нашудагист? не очаҷон, хавотир нашавед. духтарам, абдии мо бо элиф тӯймӣ шудааст. элиф рад кардааст абдиро. тӯй шудан намехоҳад. имрӯз ба мактаб омад элиф. худаш гуфт. илтимос юсуф, илтимос додарам, аз элиф дур бош. ман чӣ кардам? абди бисёр рашкин аст. ҳатто ба пешаш наздик нашав гуфтанд. бин, мактаб ҳам кушода шуд. дигар ғаму андӯҳ нашавад. элиф номус ва обрӯи мо аст мегӯянд. хубу апаҷон, ба духтар абдӣ маъқул нест. ба зурӣ мегирандаш. илтимос юсуф, хафа нашав аз ман. дигар ғам хӯрдан намехоҳам. дар як тараф ҷонам, хунам, додарам, дар дигар тараф шавҳарам. тоқатам тоқ шуд. илтимос, ту ба кори элиф кӯш нашав. тамом шавад ин ҷанг.
خدا با شکر در خانه با راحت یک بار خوراک خوردیم. با کجا؟ به قهوه خانه رفته می آیم. الیف به حجره درا. شکریه قلف کن دری او را. خیز چی ایستاده اید؟ دخترم کاش که زود زود می اومدی. تو را بسیار یاد میکنیم. این را به عمر ده. انشالله میگذرد و چه؟ همش خوب میشود. انشالله دخترم، انشالله. راه سفید اپا. مرا نادرست نفهم یوسف. از من خفه شدن نرنجی. نه اپا، شما چه گناه دارید؟ پناهتون به خدا. دخترم خوش آمده دپا. دخترم خوش آمدی. باز بیایید. یوسف به من راستش را گوی. به تو الیف معقول است؟ شرم ندار بچم. امر خدا همین است. همه روز اویله دار می شود. بله. همیشه الیف بر این کلین داشتن می خواستم. دیر نشده گرد از این فکرت می گفتم اما نه دلم می خواهد نه زبانم می گردد. دخترم در کجایی؟ خوب هستی؟ اینجا هم خاله. خواطر نشوید نگریختم. همین قدر کار کردیم ما. جمع چای چی شد؟ این قدر عذاب‌هایی آنا آمد. خداوند بزرگ است. صبر کردن در کار. دادم هم دیر موندن نمیشه. امینه یک دو مایده چویده گرفتم برای دختر میخوری. رحمت در کار نه. گیر آخیر گیر. یک رئیس کپ کلان به پیشت آمده است. آدم همین خیل می شود. به یک قهوه تحت تکلیف نمی کنی. معذرت میخوام رئیس. نه آوردگی هایت رو نه خودت رو قبول نمی کنم. بین پاکت رو در اینجا میمانم. من میروم. گیر اینها را. حالا به شهرم برایت چی ها میارم چی ها. من به تو گفتم که اکرمم مرا به حالم نمیگذاره.
الیف 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 این خواهم می شود مگر بعد ناموسی دیگران چشم دوختن. یوسف معلم نه هرگیز. اوه فاضل بیا گلو بیا گلو بیا گذار شیر فاضل شیرینی فاضل فاضل شراب خور شاچم شراب خور گیر نوش راحت کن عصبات رو آرام کن فاضل 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 تو شراب میخوری؟ چی کار کنم سید بابا؟ می نوشم فراموش کنم تا گلویم تگی قرضم. حشمت مجبور میکند. این بگاه همین خیلی نوشیدم. فاضل شراب مادری همه بدی هاست فرمودم پیغمبرم. امروز خلاص شدم گفته فکر میکنی سپس به فرقش نرفته آهسته آهسته از یک باطلاق به باطلاق دیگر میدرایی. اما سید بابا طاقتم تاق شد. چی کار کنم؟ در راحت چقوری باشد. چشمت را پوشیده گذشتنت چی را عوض میکند؟ چشمت را کشا. از حرام کرده های خدا نه چاره می شود نه دعوا. راست میگوید سید بابا. جاهلی ده جاهلی. قسم سید بابا قسم دیگر یکون قطره شراب نمیگیرم. قسم چی شد فاضل؟ چی شد؟ نمیگوشم گم شو از اینجا. گم شو. دوست گنده دوست. جما کارها چی خیلی؟ جما بخیر است؟ بسیار بد اکا بسیار بد. چرا باز چی شد؟ یا اینکه الیف؟ بله اکا الیف اپام دادم این دفعه شما رو بهانه کرده اپام رو زد. شما در گرد الیف اپام میگردد گفته هزل خاله هر خیل گپ گفته است. تو چی ها میگویی جما؟ گفتگی هایت راست است؟ بله اکا افسوس.
یوسف ای یوسف وای باز با من گردن شاخی میکند مگر من نمیکشمد میکشمد البته میکشمد قره جان عبدیم امک کشای درا یوسف چی میخوایی؟ امکت در خونه نیست؟ الف رو زده با اوجراش حبس کرده است. ینگه این چخل وجدان با کدام حق با او چونی رفتار میکنید؟ با یک دختر جوان، با یک انسان. بیا بچه‌م از اینجا رو. الف عبدی رو نمیخواد، دوستش نمیدارد، با زوری میدهید. رو از اینجا رو. الف خوب هستی؟ یوسف التماس از اینجا رو. نمیخوام به تو چیزی شود. با من ضرری نمیرسد. چی شد به تو؟ این رو هم کم کرد. او زد تو را. یوسف تو را میکشم. این نگاه تو را میکشم، تو را میکشم. یوسف با دقت باش. یوسف